سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به ویدیو دیگه و به ویدیو در ترکیه استانبول هستم. نو دیروز رسیدم، از خاطر ویدیو را امروز شروع کردم و در میدان تاکسیم هستم. اینجا کسایی که ترکیه آمدن میفهمن میدان تاکسیم کجاست. جای توریستی است، یک میدان بسیار مقبول که زیاد توریست ها می آین. و اینی هم سرک استقلال است یا به ترکیه استقلال جاده‌سی که امیر پایان میریم و میخوایم کم شهر استانبول در ویدیو بگردیم. امروز روز اول عید است، عید قربان. ما دیروز نو ترکیه رسیدم و ترکیه هم امروز همه جا تعطیلی است، ولی فکر میکنم زیادتر دکان‌ها باز باشه و زیاد مردم بیرون آمدن از خاطر که روز اول عید است. و یک چیز دیگه که این همون سرک معروف است که ترنای سرخ خرد میاین از وسط سرک تیر میشن. شما حتما در اینستاگرام عکسایی دیدن از اینجا و اون ترنا هر 10-15 دقیقه یک دفعه از اینجا تیر میشن. بله اینا نمیدن. اینجا هنوز 2:30 صبح است. من او صبحانه خوردم، یکم بعدا میخوام حتما برم باقلوا بگیرم، چون باقلوا اینجا در جای دنیا پیدا نمیشه. من نمی سرک پایین میرم از میدان استقلال تا با پایین که لبه ها میرسه. فکر میکنم نیم ساعت 45 دقیقه شد پیاده روی. هنوز سر صبح از خیلی از این دکان ها باز نکردم. شاید هم از خاطر عید است که فکر نکنم یا هر روز باز هستن. و اینجا هم جایی که مکان لیر ترکیه بگیرم. $100 آمریکایی در تصویر صحیح معلوم نمیشه، 3200 میشه. Merhaba, kolay gelsin. 100 sonra poz vereceksin. $3100 yaptı. Ne kadar yaptı? 3100. Teşekkür ederim. وقتی که میخری با این 3100 بوده. $100 آمریکایی ما 3100 لیر ترکی میشه. اینی پیسایش است. در وقتی که ما ترکیه بودیم از سال 2012 تا 2015 یک دلار آمریکایی تقریبا 2 لیر میشد که حالا میبینن $1 آمریکایی تقریبا 31 لیر میشه. چقدر تفاوت آمده از وقتی که ما در ترکیه بودیم تا حالا. قیمت ها بسیار بالا رفته. وقتی که ما بودیم هر چیز بسیار ارزان تر، مثلا یک بوتلا 1 لیر بود. حالا یک بوتلا البته جای توریستی هم است، یکم قیمت تر است. یک بوتلا حالا تقریبا 10 لیر است و هر چیز دیگه اینم طور قیمت است. مثلا در جای توریستی ما یک وعده نان دیروز خوردم تقریبا 600 لیر بود. هر چیز بسیار قیمت شده و در ترکیه هم برای خود ترکا ما همیشه از یوتیوب و دیگه جا میبینم تو خود ترکا هم اصلا راضی نیستن از اکونومی اینجا. اکونومی اینجا بسیار خراب شده. البته اکونومی کل دنیاست، مگم سر کشورهایی که اکونومیشون ضعیفتر بود از اول
بسیار تاثیر مانده. ما در کانادا هم که زندگی میکنیم هر چیز بسیار قیمت شده، مگر اینجا بسیار زیاد قیمتی تر از دیگر جای است. و گالاتا تاور هم دمی سرک است، آخرایش است. عکسش در این گوشه برتان میمانم و اینال میرم تا 5 دقیقه بعد در گالاتا تاور هم میرسیم و بعد از اون میخوام که در کز کلسی برم. به ترکی میشه، انگلیسی چی میشه واقعا نمیفهم، ولی یه قلعه وسط او است که بسیار جای مقبولی است. شما حتما اون هم در فیلم های ترکی زیاد دیدن. عکسش اینجا برتان میمانم، همینجا را میگم. بله با اونجا هم میخوام برم و مسجد سلطان احمد هم میخوام برم که به انگلیسی بلو ماسک میشه. بسیار جای دیدنی و قشنگ است. کلی جا را امروز میخوایم بریم بگردیم. پیسای ما باید در جیبم بانم. 100 لیره مفتید کم مانده بود، هیچ نبینم. یا هم کستانه بود، کسایی که در ترکیه بودن حتما از این خوردن. مگم بیشتر در زمستان خوب است، یک چیز گرمیانه است. مچیم در تابستان چرا هنوز هستن و چقدر میفروشن هیچ نمیفهمم. این هم بستنی فروش های معروفش است که حال هنوز سوبکی است، کسی زیاد پیشان نمیه. اون ترن هم آمد، ترنایی که گفتم شما حتما در اینستاگرام دیدن. در ایستگاه داره، از ایستگاهش میتونن تکتش بگیرن و برن. از می سرک، از اول سرک تا آخر سرک میره، فقط مسیرش اینمی است. یک چیز توریستی است که فقط توریستا میشینن از می سرک از اول تا آخرش میرن و میبینن. پس آنتر اگر ما هم طرف هتل میرفتم پس شاید از او بگیرم، ولی فعلا خواستم یکم پیاده روی کنیم. و اون سرک استقلال هم خلاص میشه، اون طرف بینی یک سرک خودتر وصل میشه که این هم همه طور مستقیم میریم تا پایین نزدیک هوا برسیم و از پل تیر شویم و اون طرف پل سمت بلو ماسک بریم یا مسجد سلطان احمد. خب دوستان، ما هم همین سرک پایان آمده میرم. اینجا که از کلان رو پایینی است و از اینجا که بالا بری بسیار سخت است وقت رفتن برگشتن. هوا مقدر گرم شده، هنوز 11 روز است. بعد از 3-4 بجه چقدر گرم شد هیچ نمیفهم. و این همین سرک وصل میشه و اینی کوچه خرد که در اینجا گالاتا تاور است. گالاتا تاور دفعه پیش که استانبول آمده بودم در سال 2014 رفته بودم که تقریبا 10 سال پیش است. داخلش خیلی چیز خاصی نداره، فقط میرن منزل بالا و شهر میتونن ببینن که معمولا دفعه پیش که آمده بودم خیلی سخت بود. این دفعه را نمیفهم، فکر کنم هنوز یا باز نشده یا صف است، مطمئن نیستم. فکر میکنم از یا باز اینجاست. فکر میکنم که اینجا صفش اینجاست. و همونطور که گفتم داخلش هم خیلی چیز خاصی نداره. داخل اینجا نمیخوام برم چون یک میرن در آسانسور منزل بالا و شهر میبینن که در اینجا نمیخوام زیاد وقت بکنم. اینجا را که یک کم دورتر برن، از دور منظرش بسیار خوب میگه، از نزدیک که میایم در کمره زیاد معلوم نمیشه.
از گالاتا تاور برای خود ادامه میدم سمت سلطان احمد، مسجد سلطان احمد. Uy, está mensa. Soğuk su. Nasıl satıyorsun sen? Kolay gelsin. Yok bana öyle. Yok seni göstermeyeceğim, tamam. Ne satıyorsun? Çanta falan mı? Cüzdan. Güzelmiş ha. Kalitesi fena değil. Ne kadar? O 150. 150 mi? دوستا یعنی کیف پیسرک میبینید 150 لیر میشه. Güzel model var. با دلار فکر کنن 150 لیر چقدر میشه؟ خیلی کم میشه. 4-5 دلار میشه. اینا هر bunlar hepsi mi 150? Buyurlar. یا مگیش 150 لیر است. 150 لیر 5 دلار یا زیادتر نمیشه. Tamam, sana kolay gelsin. Haydi görüşürüz. Parfümler ne kadar? Reportajı yapıyor. Bırak ya. Ama bana çekme. Tamam, seni göstermeyeceğim. Merak etme. Ne kadar da fiyatını söyle bari. Ne kadar boş ver ya. Ne işin var sabah sabah. Ha? Haydi görüşürüz. Hadi bir tane alacağım. Fiyatını söyle, bir tane alacağım. Hangisi? Fiyatını söylemeden ben nasıl alayım bir tane? Bir tane cüzdan alacağım ama onların da fiyatını alacağım. Bak parfüm daha pahalı. 300 lira var. 300. 300 mü? Tamam. En ucuz. Tamam, ben buradan bir tane cüzdan alayım senden. Dosta. Sifta yap yeni geldi aile. Efendim? Ben yeni geldi. Sifta sana mezmur kral. Tamam, bir tane alacağım dedim ya. Eyvallah. Nerelisin? Afganistan. Sen iyi konuşuyor ya. Teşekkür ederim. Ben eskiden buradaydım. Şimdi nerede? Burada yaşamıyorum şimdi. Şimdi nerede yaşıyor? Kanada'da yaşıyorum. Kanada nerede? Toronto ne? تورنتو aynı. دوستا از یک دانه از این کیفاش میخوام بگیرم، نفر هیچ قیمتای خدا نمیگفت. آخر گفتم قیمت تا بگو من یک دانه میگیرم از پیشت. Sen nasıl gittin Kanada'ya? Ben nasıl gittim? Bize sponsor ettiler. Ha vize. Akrabalarım var aynen. Abi hangisini alayım ben Kanka ya? o Gucci model güzel. Yoksa o Louis Vuitton evet o ince. Ben bunu alayım. Dostum amire میگیرم. Abi sana Her güzel, zaman. çok güzel maşallah. Sağ ol ya. Ben Eskişehir'de yaşıyordum. Sen Eskişehir'i biliyor musun? Ha bekle sana indireyim. Tamam, sağ ol. Eskişehir biliyorum. biliyor musun? Tamam. دوستا یک دانه از این بیگ گرفتم. قیمتای خدا نمیگفت، میگفت برو سر صبح است من اذیت میکنی. گفتم قیمتای تو بگو، یک دانه از پیشت میگیرم. یک دانه بیگ گرفتم از پیشش، لوی ویتون فیک 150 لیر. جنسش بد نیست، فکر کنم اگه بعد از چند وقت رنگش نره. جنسش بد نیست، جنسش خوب است. 150 لیر چیزی نیست. Bereket versin. Tamam. Haydi Sağ ol. Allah'a emanet. 200 لیر دادم برای من 50 لیرم پس داد. Hadi sana iyi günler kardeşim. Sağ ol. یک دانه بیگ ازی گرفتم. کارم ندارم، بیگ پیسه دارم منتها. رفتم گفت سر صبح است آمدی مرا آزار میدی، برو قیمت‌های من ناخ پرسان میکنی، گفت خدمت راپورتاج میگیری. گفتم نه، قیمت‌های تا بگو یک چیز از پیشت میگیرم. کسایی که ترکی میفهمن مکالمه ما را فهمیدن. و من کسایی که نمیفهمن، من از سال 2012 تا سال 2015 3 سال در ترکیه بودم، در یک شهری که از استانبول 5 ساعت یا 500 کیلومتر دور است زندگی میکردم به مدت 3 سال و ترکی را از اون وقت یاد گرفتم و در کانادا هم که رفتم ترکی از یادم نرفت. فیلم های ترکی دیدم و بعضی از دوستای ترک دارم که خچون حرف میزنم، از اون خاطر ترکی یادم مانده.
این دیگه یا که هستن سیاه‌پوستا در ترکیه زیادتر کارشان اینمی ساعت و کیف و اینا تا چیزها میفروشن. باز بچیم کجایی بود گفت که ترکی تو هم بسیار خوب است. گفتم تشکر. و ما همون سرک تمام شد رسیدم در یک سرک اصلی تر که موترا است. اونجا چند دانه مسجد است. یک پل است که از اینجا تیر میشن و میرم طرف مسجد سلطان احمد. خب دوستا ما از اینی زیر پل میرم. یک بازارچه بسیار خرد است در زیر پل و از همه مهمتر سایه است که من نیاز دارم و باید یک عینک آفتاب بگیرم به خود. از ما که از در تورنتو یادم رفت. ببینیم روز یک دانه از او هم میخوام یافت کنم. من هیچ کدامشون باز نکردن هنوز. یا کلش بسته است. یک وقت یادم از اینجا آمده بودم هیچ رای تیر شدن نبود. فکر کنم از خاطر این دست هیچ کدامشون باز نکردن. خب دوستان ما از زیر پل بر آمدم. کل دکان ها بسته بود و کم کم نزدیک او رسیدم. این هم از یک گوشه ای از استانبول زیبا. کس آهنگ میخونه خدا کنه یوتیوب کاپی رایت بر ما نده. ما از اینی پل شاید تیر شاید احتمال زیاد ما از پل تیر میشم. زیر پل اینیا کل رستوران ها هست و یک چند دانه مسجد که دو طرف است. و استانبول از قسمت آسیایی به قسمت اروپایی بخواین که برن زیادتر از اینی کشتی ها استفاده میکنن چون دو سه دانه پل اصلی است که وصل کرده قسمت آسیایی را به اروپایی. منتها و زیاد ترافیک است و خدماتر باید باشن. کسایی که بس و چیزایش دولتی بس و ترنی چیزها را استفاده میکنن و مگیشان خدمات و کشتی ها میاین تیر میشن از قسمت آسیایی به اروپایی. و ما میفهم در کمره دیده میشه یا نه اونو قسمت ها بلو ماسک است. مسجد سلطان احمد که از این همی دور دیده میشه. من کمی طرف میرم و از کشتی ها پرسان میکنم که کدام طرف میرن. البته اینجا ایستگاهش است. فکر کنم تا جایی که یادم است از سال 2014-15 که آمده بودم آخرین دفعه استانبول و چند قسمت میرن. ایستگاهشان است مثل بس میماند. خب دوستا در اونو قسمت مسجد سلطان احمد اصلا نفهم چقدر دیده میشه. اینی قسمت هست و اونو قسمت هم در این گوشه که میبینن پل اصلی استانبول است که اروپا را با آسیا وصل کرده. ما با احتمال زیاد یکی از این کشتی ها میگیرم و او قسمت ها سعی میکنم برم که خیلی نزدیک میشه با مسجد سلطان احمد. و بعدش یادم رفت که براتون بگم یک بازار دیگه میخوایم بریم، بازار سرپوشیده که زیاد دکانا داره و ترکی به کاپاله چارشی میگن و به انگلیسی هم گراند بازار. اونجا هم میخوام برم براتون نشان بدم و خودم هم بعد از 10 سال برم بگردم. این جایی هم که میرم دوستا کل جای بعد از 10 سال تقریبا است که میرم و برای خودم هم بسیار تازه است و دفعه اول است که میرم از وقتی که ترکیه آمدم
چون 2 روز زیادتر در استانبول نیستم. باز یک شهر خرد است به نام اسکیشهیر که ما اونجا زندگی میکردیم. میخوایم که اسکیشهیر برم برای 1-2 روز و کلا 4 روز ما در ترکیه هستم. بریم یک کسی پرسان کنم بگم که من طرف مسجد سلطان احمد میخوام برم، چه رقم میتونم برم. کارت هم باید داشته باشیم ولی باید یک جای باشه که پرسان کنیم. Abi kolay gelsin. Ben Sultanahmet Camisi'ne gitmek istiyordum. Düz sola dön, tramvaya bin. Ha, tramvaya binmem gerekiyor. Düz sağda. Tamam, teşekkür ederim. دوستا میگن که گفت برو بیرون از خط ترن برو. فکر میکنم خط کشتی را نداره. از ایستگاه ترن، از ایستگاه کشتی پس برآمدم. برو مستقیم سمت راست ترن بگیر. مستقیم دو ساعت که سمت راست بسته است. سمت چپ ترن است. ولی فکر کنم سمت راست ترن نیست. سمت چپ از پل است. فکر کنم اشتباه کرد. گفت که سمت راست برو. از خاطر سمت راست مطمئن است و فقط راه کشتی است و تنها سمت چپ است که پل داره میتونیم بریم. خب دوستان من برای خود ادامه میدم. از این پل میخوام برم که از اون قسمت ها یک جای ترن بگیرم یا استریت کار که ما در تو کانادا میگم. اون قسمت بودم در قسمت کشتی ها که فکر میکنم ترن بگیرم اون قسمت ها برم و باز از اونجا کشتی بگیرم، چون تنها راهی که از این قسمت از اینجا به بعد اون طرف دیگه این مابین او رفته، چون تنها راهی که از کشتی است و راه ترن فکر نمیکنم باشه، ولی گفت خط ترن برم. ما هم خط ترن میرم. ها از اینجا هم ترن ها تیر میشده یا استریت کار. ویدیو را سعی میکنم بعضی از قسمت هایی که از یک فاصله تا فاصله دیگه میرم براتون نگیرم، چون ویدیو طولانی میفهم خسته کننده میشه و سعی میکنم بعضی از قسمت ها که فقط برای خود ادامه میدم و براتون کم کوتاه‌تر بگیرم که خسته کننده نباشم. اینجا هم فکر میکنم یک ایستگاه دیگه همین کشتی ها هست. باش از اینجا پرسان کنم میشه از این طرف راه داشته باشه. نکنم در این هوای گرم هم از یا کسی میگیره. خیلی گرم است هوا. Merhaba, kolay gelsin. Ben Sultanahmet Camisi'ne gitmek istiyorum. Vapurla geçiniyor mu yoksa? Buradan tramvayla gidiyoruz. Tramvay. Nereye gideceğim? Hangi? Aksaray, Sultanahmet'e inersin. Sultanahmet. Tamam, teşekkür ederim. خب دوستایی هم گفت که خط ترن میره. شاید حافظه من چیزی که در یادم مانده خیلی درست نبوده. از اینجا در ترن بشین در ایستگاه سلطان احمد پیاده شد که 2 نفر یک چیز گفت، خیلی یک چیز است. ایستگاه ترن یک جای اون قسمت است. We are making a non-stop bus service. We are following European side course on the way and Asian side course on the way back. دوستا اینجا پل استانبول اون قسمت است که حتما از اینجا زیادتر دیده میشه و مسجد سلطان احمد هم یک کم اون قسمت است. برم همون طرف ترن پیدا کنم.
خب دوستا در ایستگاه ترن یافتم و باید کارت میگرفتم. یک دانه کارت گرفتم به نام استانبول کارت که میتونم ترن و این چیزها را استفاده کنم. قیمت کارت 70 لیر بود و داش پیسه مندازن هر دفعه که استفاده میکنن تقریبا 18 لیر میگیره از کسی که پرسان کردم و ترنم آمد. یادش بخیر وقت در ترنا ششته بودم یادم است خیلی سالات پیشتر. این هم از ایستگاهش از دوستا ما فعلا فکر بکنم در اینی جسته امینانو و خیلی قسمت داره سلطان احمد. خب ما هم به ایستگاه سلطان احمد پیاده شدم و پشت درختها باید سلطان احمد مسجد سلطان احمد باشه و کمی هم پایین بریم و آیا صوفیا میرسیم که اوجا را میخوام یکم ببینم و در ویدیو هم بیاید. دوستان از اینجا اگر میوه بگیرم بسیار گرم است. تحکیرم بید ها؟ اکی بکن؟ ها؟ معرف برادر ابنی خور Abi kolay gelsin. Ben bir tane nar suyu alabilir miyim? nar suyu. Buz olsun. Buz olsun biraz aynen. دوستا یک انار گرفتم. آب پرتقال هم داره ولی در جیب بری دفعه و انار است. خیلی کمی یخ. Abi ne kadar? 200 lira. 200 lira. Tabii. Buyurun. Yemek olsa bana söyle tamam. Tamam. Çıktı mı? Şu çatalı aşağıya bırakalım. İki limonata, iki tane açtılar. Tamam. Hadi. Abi teşekkür ederim. دو لیمونی دو بلو. در این قسمت های توریستی بسیار قیمت است. البته دیروز قیمت های یکی از دیروز هم براتون گفتم در قسمت های توریستی بود. یک دانه انار 200 لیر. در وقتی که ما بودم، در وقتی که ما ترکیه بودم، ماش تمام ماه ما فکر میکنم 1200 لیر بود برای تمام ما یا 1000 لیر در اون قسمت ها بود. مگه مال البته حال ماشام بسیار بالا رفته. مگم یک دانه انار 200 لیر که بازم 4-5 دلار میشه برای جای توریستی. 6-7 دلار میشه برای جای توریستی. اوکی است.
بسیار خوب ترش و مزه‌دار است و کمی هم یخ انداخته. بسیار مزه‌دار است. و که دلشان کشیده حالا جایشان خالی. این قسمت ها خیلی یادم نمانده. همه تو پیاده روی میکنم تا یک درش پیدا کنم و برم طرف مسجد. فکر میکنم یکی از درایش ای باشه. چه صف طولانی است. در این صف شاید یک نصف روز استاد کنم. نصف روز نمون تا بسیار صفش طولانی است. همه تا رفته. خب اینجا آخر صف است. میرم که در صف رو برم داخل مسجد ببینم چقدر وقت میگیرم تا برسم داخل. دوستان ما هم به صف ادامه میدم. او داخل بیرون که صف بود هیچ، در داخل هم صف است. همینطور رفته. ما هم هنوز در صف هستم ولی خوب از صفش تیز پیش میره. فکر میکنم تا یک 5 دقیقه بعد 7-8 دقیقه بعد داخل برسه. صفش بسیار تیز پیش میره. خب دوستان داخل مسجد هم آمدم. و داخل این مسجد پیشتر آمده بودم در سالهای پیش. واقعا که زیباست داخل این مسجد. I got that from my tour in Marrakesh. چیز بر گفتن پیدا نمیکنم. خودتان این مسجد رو ببینید. واقعا که زیبا و باشکوه است. خیلی هم توریست زیاد است. و من سعی میکنم براتون یک ویدیو خوب بگیرم. و این قسمت هم برای نماز خواندن است. خیلی ها دارن اینجا عکس میگیرن ولی من عکس نمیگیرم چون من یک چیز زیباتر از عکس دارم میگیرم. ویدیو که تا همیشه در یوتیوب میمانه و خاطرات میشه برای سنگی بزنم اما انگلیسی من خب دوستان ما به اینجا یکم ویدیو گرفتم، یک چند تا عکس گرفتم و
مسجد بسته میشه به خاطر عبادت، وقت نماز میشه. از این خاطر تایم میگیرم و میبرایم. Sorry buddy. خب دوستا وقتش است که بریم طرف آیا صوفیا و آیا صوفیا رو ببینیم خوراک کنه که صفش کم باشه. اگر صف زیاد باشه سعی میکنم که فقط از بیرون بگیرم و به جای دیگه برسیم، چون ما یک تنها امروز استانبول هستم و فردا میرم به شهری که خود ما زندگی میکردیم به نام اسکیشهیر که براتون بیشتر گفتم یک شهر خود است و خدا کنه که صفش کم باشه. اگر صف زیاد بود از بیرون میگیرم و یک دور میزنیم و میریم بر شما جای معقول دیگه استانبول میشه. دوستایی هم از مسجد سلطان احمد بود و یا بلو ماسک و حالا میریم طرف آیا صوفیا. هوا هم خیلی گرم است، شاید از حرف زدن معلوم شود هوا بسیار گرم است در ترکیه و ما هم پتلون پوشیدم از خاطری که در مسجد می آمدم نمیشد که خد شورت بیاید و بسیار گرم است در کل. خب دوستایی هم از دری است که از مسجد بر آمده. خب دوستایی هم از قسمت اول این ویدیو بود، از خاطر که ویدیو بسیار طولانی میشه و چند ویدیو تقسیم میکنم که هم بر شما خسته کننده نباشه هم ادیتش برای ما آسان باشه. این از قسمت اول این ویدیو بود و در قسمت بعدی ادامه ویدیو را شما میبینن و تا ویدیو بعدی که قسمت بعدی است خداحافظ.